میدونید چی عجیبه؟ یه مرد با اون چهره جدی و قیافه خشک تونست خنده‌دارترین شخصیت دنیا بشه. مستر بین، مردی که بدون اینکه حتی یک کلمه بگه همه رو از خنده روده بر میکنه. نمیدونم چطور ممکنه یه آدم با اون صورت بی احساس این همه حس خنده منتقل کنه. ولی پشت اون خنده ها یه داستان جالبه. یه داستانی که خیلیا نمیدونن. بریم ببینیم چطور یه مرد خجالتی شد اسطوره کمدی دنیا. روان اتکینسون، خالق مستر بین، از بچگی خجالتی بود. خیلی خجالتی. تو مدرسه زیاد با کسی حرف نمیزد، ولی یه چیزی داشت که بقیه نداشتن. یه صورت بامزه. همون صورت عجیبی که بعداً باعث شد همه دنیا بشناسنش. خودش همیشه میگفت من شاید نتونم خوب حرف بزنم، ولی صورتم خودش همه چی رو میگه. راست هم میگفت، چون اون صورت با یه ابرو بالا دادن میتونه کل سالن رو بخندونه. یه روز روان تصمیم گرفت یه کاراکتر بسازه. یه شخصیت ساده، بی ادعا، ولی پر از دردسر. یه جور آدم معمولی که شاید هر روز از کنارش رد بشیم، ولی وقتی دقیق تر نگاه کنیم میفهمیم چقدر خاصه. روان میخواست یه آدم خلق کنه که بدون هیچ حرفی فقط با چهره و حرکاتش ما رو بخندونه. چون خودش همیشه میگفت کمدی زبون بدن و احساساته، نه فقط حرف زدن. اون ساعتها جلوی آینه تمرین میکرد. از ابرو بالا دادن گرفته تا چرخوندن چشم و اون نگاه معروفش که انگار هم گیجه هم مظلوم. همه این جزئیات رو با وسواس تمرین میکرد. و بعد از کلی تلاش بالاخره شخصیت جدیدش به دنیا اومد. مستر بین. یه مرد با کت قهوه‌ای، کراوات قرمز و یه ماشین سبز کوچولو. نه قهرمان بود، نه نابغه، نه حتی خوش اخلاق. فقط یه آدم معمولی بود که همیشه تو موقعیت‌های غیر عادی گیر می‌کرد. روان برای ساختش از کمدین‌های قدیمی الهام گرفت، مثل چارلی چاپلین و باستر کیتون. اما میخواست شخصیتش امروزی باشه، کسی که تو دنیای مدرن زندگی میکنه ولی مثل بچه‌ها رفتار میکنه. تو هر موقعیتی که قرار میگرفت یه فاجعه بامزه به وجود میومد. میخواست لباس بپوشه؟ وسط خیابون لباس عوض میکرد. میخواست تو امتحان تقلب کنه؟ برگه بغل دستی رو تا مرز نابودی میکشوند. میخواست به کلیسا بره؟ اونقدر خرخر میکرد که همه رو دیوونه میکرد. ولی پشت این ظاهر خنگ و بی حرف یه نابغه تمام عیار بود. روانی که ساعتها وقت میذاشت تا هر ثانیه سکوت خنده بسازه. وقتی اولین بار این کاراکتر رو روی صحنه اجرا کرد، تماشاگرها از شدت خنده اشک میریختن، بدون حتی یه جمله حرف زدن. اونجا بود که فهمید یه چیز خاص ساخته. یه شخصیت جهانی که هیچ مرزی نمیشناسه. چون مستر بین یه زبون داره که همه میفهمنش. زبون خنده. یکی از معروفترین صحنه‌هاش اونجاست که توی هتل میره حموم کنه. همه چیز آروم شروع میشه. ولی ناگهان فاجعه. آب گرم باز میکنه، کف درست میکنه و در عرض چند ثانیه اتاق پر از حباب و کف میشه تا جایی که خودش هم گم میشه وسطش. هیچی جز صدای گلغل و اون چهره گیج و درماندش نیست. ولی بازم نمیتونی نخندی، چون همه چی واقعی به نظر میرسه.
انگار داری از پشت در حموم نگاهش میکنی. یا صحنه استخر رو یادت هست؟ میخواست از سکوی 10 متری بپره تو آب، ولی از ارتفاع میترسید. هی جلو میرفت، هی عقب میومد. ترس و تردیدش رو فقط با چهره نشون میداد. تا اینکه یه بچه از پشت هلش داد و بوم! با اون قیافه شوکه شدهش افتاد تو آب. یه صحنه ساده ولی جاودانه. صحنه‌ای که میلیون‌ها نفر باهاش خندیدن بدون اینکه حتی زبان انگلیسی بلد باشن. مستر بین فقط یه شخصیت نبود، یه پدیده بود. چون بدون کلمه حرف زدن همه جای دنیا قابل درک بود. از انگلیس تا ایران، از آمریکا تا ژاپن، همه باهاش خندیدن و همه فهمیدنش. روان اتکینسون با همین نقش تبدیل شد به یکی از معروفترین کمدین‌های دنیا. برنامه تلویزیونی مستر بین تو بیش از 100 کشور پخش شد و بعدها نسخه سینماییش هم ساخته شد که میلیون‌ها دلار فروش داشت. اما جالب بدونی خود روان آدمی کاملاً جدی و کم حرفه. برخلاف شخصیت بین از توجه زیاد خوشش نمیاد. حتی یه بار گفته بود وقتی بین رو بازی میکنم خود واقعی من نیستم. یه آدم دیگه است که از درونم بیرون میاد. مستر بین به ما نشون داد برای خندوندن لازم نیست همیشه حرف بزنی. گاهی یه نگاه، یه حرکت یا یه اشتباه ساده میتونه دنیا رو بخندونه. شاید عجیب به نظر برسه ولی مستر بین ثابت کرد خنده زبون مشترک همه ی آدم هاست. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. اگه این داستان براتون جالب بود، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو در کامنت ها بنویسید. این کار شما کمک میکنه این ویدیو به افراد بیشتری برسه و ما هم بتونیم ویدیوهای بهتری براتون بسازیم. ممنون از حمایت هاتون.